اخبار تازه تاجیکستان و جهان را مستقیما برایتان پیشنهاد میکنیم. امروز 4 فوریه است و امروز با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داره. سال گذشته در ساختمان نیروگاه راغون 6 نفر جان باختند. در این ساختمان اصلی تاجیکستان 2 شهروند چین نیز جراحت برداشتند. وقتی که در یک نفتی نزدیکی تالار ترانسپورتور کره ترکشی بودن، کارگرانی که باید می اومدن در تالار ترانسپورتور کارگران را میبردن اما نبردند. در غریبی زیستن دشوار اما مردن از آن هم دشوارتر بوده است. نه در همه حالت افتیدن از بام سربرف این گونه فرجام خود دارد. برادرم از بالای بام راست و بالای پنجره و همین 3 میله افتید. این میله در بدن برادرم در و یادی از تاجدین موحیدین آوازخوان ناتکرار و پدر مهربان در شهر حصار 70مین سالگرد این آوازخوان زنده یاد را جشن گرفتند. فرزندش همچون گوهر چشم دوست می داشت. با یگان فرزندش آوازی بلند که دیگه نمیزد. اما شروع میکنم از یک خبری دیگر. مقامات تاجیکستان عزم دارند تا چند ماه دیگر روح مجران مهنتی تاجیک را به بازار کاری دولت قطر کاملا باز نمایند. این امکان در پی امضای سازشنامه میان تاجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروی کاری در این کشور فراهم شده است. سازشنامه که حدود 3 سال باز در بحث و بررسی جانب‌ها قرار داشت 3 فوریه در شهر دوحه میان وزارت‌های دو کشور به امضا رسید. مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان امضای سازشنامه را برای انتقال کارجویان تاجیک به قطر مهم ارزیابی می‌کنند. جلب کارگران توسط اگنتی با کار تامین کنی در خارجه وزارت مهنت و در اساس اختصاص‌های مورد نیاز کاردهندگان قطر به راه مانده می‌شود. خدمات نظارت دولتی به خطر کارها میگوید در یک سالی که گذشت چندی از کارمندان ساحه صنعت و کوهکاری قربان شدند. سبب اصلی جراحت برداشتن و جان خود را از دست دادن کارگران این بخش رعایت نکردن قاعده‌های به خطر کارها بوده است. این اطلاع امروز در جریان نشست خبری در شهر دوشنبه صدا داد. گفته می شود بیشتری از حادثه های ناخوش سال 2018 در کانهای معدن رخ دادند. برای یوسفی گزارش می‌دهد. سال گذشته 2018 مورد اجرای کارها در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون 6 نفر جان باخته و 7 نفر جراحت برداشتند که 2 نفر آنها شهروندان جمهوری خلقی چین بودند. این آمار را رئیس خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تاجیکستان روز 4 فوریه اعلام کرد. وقتی که در یک نفتی نزدیکی تالار ترانسپورتور کره ترکشی بودن، کارگرانی که باید می اومدن در تالار ترانسپورتور کارگران را میبردن اما نبردند. دیرتر اومدن یا که فهموندن نتونستن تو ترجمان را فایده کردن، ترجمان اومد که او ترکیش کرد. 2 نفر شهروند خطای جراحت برداشت. نیروگاه برق آبی راغون یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود و برای بنیاد آن 14,000 کارگر و متخصصان فعالیت دارند که در میان آنها بر اضافه کارمندان محلی متخصصان از ایران، چین، ایتالیا و روسیه نیز هستند. در مجموع سال 2018 در بخش صنعت و کوهکاری تاجیکستان 20 نفر کارگران مورد اجرای کارها قربان شده و 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. باز هم در شمار قربان شده ها از شهروندان خارجی چینی ها بودند. در این حادثه ها 5 نفر شهروندان چین جان باختند. رئیس خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و کوهکاری تاجیکستان حادثه به هلاکت رسیدن یک شهروند چین در کارخانه تولید خشت اکواتور را چنین توضیح داد. یاردمچی گرفت. اومدن پنجره که نبود در درون همون اسبابی که لای شوری گرفتن. خیلی پارا گرفتند. آدمی ساعت نگرفتن، پارا گرفتن آوردن. خیلی یک سمکام نشد درست که برآوردن شاید رویلا. سبب‌های اصلی سر زدن حادثه‌های ناخوش در استحصالات و کارکرد معدن‌های کوهی را مسئولین خدمات به احتیاطی کارمندان، رعایت نشدن قاعده‌های بخطری فنی، ترکیش و استفاده تکنیک‌های غیر قابل استفاده عنوان کردند. خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و کوهکاری تاجیکستان میگوید طبق قانون به ضرردیده‌ها در چنین حادثه‌های استحصالی 12 معاش میانه و کارمندان فوتیده 60 معاش میانه پرداخت کرده می‌شود. همچنین اگر حادثه با عیب کارخانه صورت گرفته باشد، آن کارخانه نیز از سوی خدمات جریمه کرده می‌شود.
با دیدن این گزارش به اختیار نوشته همکاری شادروان ما اسکندر خطلانی به یاد میآید که میگوید چو مرد بیکفن میرد غمی نیست، خدا از بیوطن مردن نگه دار. در ادامه موضوع مرگ و میر هلاکت مهاجران در روسیه بخصوص در فصل زمستان زیاد به نظر می رسد. یکی از مشغولیت‌های خطرناک تازه کردن بمب‌های سربرف است. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نواری از بمب افتادن یک مهاجر رای یافت که خوشبختانه بدون جراحت جدی به پا می‌خیزد. اما در بیشتر موارد چنین افتیدن‌ها عاقبت فاجعه بار دارد. گزارش همکاران ما از نسته شیوریمی را در این باره عبدالله اشرف تقدیم می‌کند. قبلا با عین همین شیوه آتابک بالتاєвی 32 ساله فوتید. برادرم از بالای بام راست به بالای پنجره و همین 3 میله افتید. این میله در بدن برادرم درماند. برادر بهادر در شرکتی محلی ژیلیشنیک کار میکرد. روزی فاجعه بنابر نبودی ریسمانی بیخطری از بام افتاده به بالای تیغ پنجره برخورد. بعداً کاری معمولی هر نفری عزادار شروع شد. جمع آوری حجت‌ها و تشکیل مراسم خاکسپاری. هواپیما الکی به فرغانه پرواز میکرد. میخواستم با آن جسد را فرستم چون والدانم و برادران همه منتظر بودند. هر لحظه زنگ میزدند. در آخر من به آنها گفتم که فرستاده نمیتوانم و گریه کردم. آن روز بهادر جسد برادرش را به وطن فرستادن نتوانست و به سفارت کشورش مراجعت کرد. امید داشت از آنجا یگان کمک میگیرد، اما در آنجا با بی‌طرفی و مناسبت سرد روبرو شد. برای چی سفارتخانه ها را می‌گشایند؟ برای آنکه در داخل روسیه این یک پاره ازبکستانی خرد باشد تا اینکه به خلق یاری رساند. من به آنجا می‌درایم، میگوید و تو چی در کار؟ با همین لحن با من صحبت کرد. از علم زیاد بهادر به عنوان پرزیدنت شوکت میرزیویف یک مراجعت ویدیویی ثبت کرده شکایت کرد که به ازبکستانی های خارجی هنگام فوت یگان کمک رسانیدن نمی شود. از پرزیدنت خواست به این مشکل توجه کند. ما به سفارتخانه ازبکستان مراجعت کردیم که در حالت فوت شهروند آنها چی کمک می رسانند و آیا چنین یک تجربه هست؟ اما تا به حال پاسخی مشخصی نگرفتیم. در فرصت نزدیک ما در این مورد شرح می‌دهیم. آن یا در سامانه وزارت کارهای خارجی یا در سامانه سفارت جای داده می‌شود. شیوه انتقال دادن جسد به وطن یک تجربه معمولی شرکت‌های هواپیمایی است. ما به نمایندگی شرکت ازبکستان هوایولری مراجعت کردیم و آنها به ما شرح دادند که برای انتقال جسد کدام سندها ضرورند. بار 200 معلوماتنامه درباره فوت، معلوماتنامه آژانسی فدرالی نظارت و همچنان معلوماتنامه در مورد سرقت شدن تابوت که در داخل آن به جز جسد چیزی دیگری نیست. جسد برادرش را این مرد روزی دیگر فرستاد. برای انتقال $550 خرج کرد. این بر ضمن خدمات شرکتی دفن. با دیدن مراجعت ویدیویی بهادر بسیاری از هموطنان به کمک او شتافتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. یکی از نوارهایی که ما از کاربران آزادی ویدیو دسترس کردیم مربوط به محله شوراب نویه اسفره است. این نوار با کمبود شدید آب مواجه بودن ساکنان را به نمایش میگذارد. ضمناً محله شوراب از یگانه منطقه به آب شمال تاجیکستان نیست. از جمله ساکنان محله مرزی تاجیکان در جماعت واروخ در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که به آب آشامیدنی و پلیزی دسترسی ندارند و آب را 3 کیلومتر دورتر از محل زیست از رود اسفره با ماشین و خر و دست میکشند. تفسیر نواری شوراب رو از میرزا نبی خالقزاد میبینیم. در فصل زمستان جویی که از سمت قرقیزستان به شوراب ناحیه اسفره آب می آورد کاملا خشک شده است. آب تنها توسط ماشین ها از همین منطقه به شوراب انتقال داده می شود. ساکنانی که ماشین خصوصی دارند توسط خودروهایشان از این مکان آب می برند. در فصل بهار نیز وضعیت بهبود نمی یابد زیرا موسم کشت و کار آغاز شده استفاده آب افزایش می یابد. بنابراین ساکنان مجبور می شوند که آب را از آبانباری که در مرز قرقیزستان و تاجیکستان است آب خریداری کنند. یک تانه آب 100 سامانی ارزش داشته است.
محل شوراب در 30 کیلومتری جماعت فاروق جایگیر است و نزدیک 3000 اهالی دارد. به گفته ساکنانش آنها از سال 2007 به این سو در 4 فصل سال به مشکل بیابی گرفتارند. مراجعت مردم به مقامات برای تامین با آب هیچ نتیجه نداده است. اگر عمر وفا میکرد روز 2 فوریه توجدین محیدین ستاره استراده سالهای 70 و 80 قرن گذشته به سن 70 میرسید. در آخر هفته گذشته نزدیکان و طرفداران هنر این سراینده زنده‌یاد در یک محفل خاطره او را پست داشتند و ترانه‌های محبوبش را بازخوانی کردند. امردین اولیموف در این محفل مهمان بود. ای سنم مشهورترین سرود هنرمند تاج‌الدین محیدین در هیئت انسامبل استرادی گلشن بعد 24 سال وفاتش در زادگاهش صدا داد. دوستان و همکاران و هواداران تاج‌الدین محیدین در کاخ فرهنگ شهر حصار از 70مین سالگرد تولد این آوازخوان سرشناس تجلیل کردند. با سرودن آهنگ و قصه ها از روزگار او نقشش را در رشد صنعت استرادی کشور بیان کردند. واقعا هم تاج‌الدین محیدینوف از زمره آن سرایندگان است که در طول فعالیت خویش توانسته است که یک نقش مؤثر در رشد و تکامل صنعت استرادی تاجیک گذاشته باشد. توانسته است که یک مکتب خود را با یک مجرای معین سازمان بدهد و شاگردان زیادی در این سمت تربیت نماید. همسر و فرزندان آوازخوان از مهمانان فخری چاره‌بینی بودند. دلبر محیدینوف که سالها با تاج‌الدین محیدین زندگی مشترک داشت و 7 فرزند را بعد مرگ او به وی رساند، میگوید او شوهر و پدری مهربان بود. انسانی که فرزندش همچون گوهر چشم دوست می داشت. با یگان فرزندش آوازی بلند که دیگه نمیزد. اوج شهرت آوازخوانی تاج‌الدین محیدین با دوره هنرنماییش در انسامبل استرادی گلشن راست می آید. در مراسم امروز همکاران سابقی و از این گروه و بسته‌کاران معروف شرکت داشتند. از جمله عمر زیایف، بهادر نعمتوف و رحیم شلایر از همکاری با این آوازخوان یادآوری کردند. محفل امروزه و تالاری پر از مخلصان و تکراری سروده‌های تاج‌الدین محیدین از سوی آوازخوان‌های جوان خود نشانه محبوبیت این آوازخوان است. مطمئنم تاج‌الدین زنده است و زنده باقی میماند. تاج‌الدین محیدین سال 1949 در ناحیه حصار به دنیا آمده است. او در سن 46 سالگی بر اثر بیماری از عالم گذشت. سبزبناز گفتم که در آینه کی را می‌بینی و ای صنم از مشهورترین سرودهای هنرمندند که تا امروز از سوی آوازخوان‌های جوان بازخوانی می‌شوند. و یک خبر ورزشی هم داریم. سامان محمدبеков پهلوان توجیک در جام بازی اروپا اوید به جودو که روزهای 2 و 3 فوریه در پرتغال برگزار شد ناکام گردید. با اطلاع وبسایت فدراسیای بین‌المللی جودو در جام بازی اروپا در اودولش 222 ورزشکار مرد از 34 کشور شرکت داشت. سامان محمدبekov تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را در جام بازی اروپا نمایندگی کرد. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مانده است. برایتان خاطررسان میکنم که نوارگزاری‌های روز و جالب را میتوانید در کانال ما آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرها در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org دسترسند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما صفحه داریم. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی عزیزان یادتان نرود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.